یک سلام مجدد با بوجوخ کمپیتریوت یا سلام هموطن. اما الله احمد زای در خدمتتان است. دوستای گرامی، درس امروزی ما درس 15 می باشه که lesson guns لبه ما or یا در انگلیسی بر dressing میگه یا لباس ها. درست است؟ یا دوستای گرامی، به یاد داشته باشین که طوری که در ابتدا به شما گفته بودم که یک کورس بسیار پروفشنال است که به شما متهیأ ساختیم. در این درس یا در این دروس تمام موضوعات شامل است که شما اگر صحیح بالایش کار کنین درست بیاموزین. مطمئن هستم که در یک جای وظیفه نیز امراش پیدا میتونین، مشکلات روزمره تان خود 100% به اتمام میرسانین. دیگه خدا کنه که قابل توجهتون بگرده این درس نیست. و در این زمان دوستا اگر نو هستین به چینل سابسکرایب کنین تا از درس های بعدی نمانین، و اگر دوستای سابق هستین دیگه همراه هموطنا دوستایتان چینل شیر کنین تا که همه هموطنای ما مستفید شود از درس ها. دوستای باز هم امو فهرست گذشته ما شماست که البته ما شما قدم به قدم پیش میره. امروز با لبه ما یا درسینگ که سر لباس بحث می شود. دیگه درس های بعدی همین قسم روان است. قسمی که چند دقیقه قبل به شما گفتیم که اگر شما صحیح تمرکز کنین، درست یاد بگیرین، میتونین که شما در مختلف بخش ها وظیفه بگیرین با کمک از این درس های ما، با کمک از این اپورتونیتی یا فرصتی که به شما تهیه ساختیم. به طور مثال اگر شما لمیزون یا فایر لغتاش یاد بگیرین، میتونین که در بخش اموبیلیه در بخش رهنمای معاملات یک جای که همراه کسی کار کنین، یا در بخش ساختمانی اگر کار میکنین، یا در بخش بعض خریداری پورا بالای لغت ها بالای لغت ها دسترسی داشته می باشین. همچنان اگر شما درس امروزی را درست به طریقه درستش یاد بگیرین، امکان داره که در یک مغازه به طور فروشنده کار کنین. درست است؟ در مغازه لباس البته. یا امکان داره که اگر خانم هستین میتونین که روزمره شما خریداری میکنین به خودتان، به اولادایتان، به فامیلتان، میتونین که نوع لباس طریقه خریداری را و غیره و غیره اینجا بیاموزین. و اگر از او که بیشتر میخواین میتونین که در آینده یک بهتر ترجمان باشین. دیگه به می قسم البته قسم گفته بودم دانه که بسیار پروفشنال است که کورس ما. ببینین درباره لباس هاست که بعدا درباره مثلا فخوی، لگیوم، انگریدنت، مثلا اگر در بخش مخشه، در بخش ترکاری و غیره و غیره کار میکنین و همین قسم پایین میایم قدم به قدم و انشالله میاموزین. خب باز هم اما مثل که ما و شما در گذشته ها یک مثل داریم میگه از یک دست صدا نمیخیزه. پس کوشش کنین که شما هم خود یکم بجنبانین، یکم وارد درس توجهتان بیشتر کنین. درست است؟ او با قسم می شود که با شما در ابتدا گفته بودم که فقط کوشش کنین هر لغت یا هر درس را که میخوانین کوشش کنین که با او مثال بسازین، قلم کتابچه بگیرین، کار کنین، فعالیت کنین. درسته دوستا؟ این فقط یک همدردی بنده است به خاطر شما که میخوایم با پای خود استاد شوین. چون که من خودم نیز در فرانسه بودم، مردم آنها بسیار رسیست است که هیچ زمان به کسی کمک نمیکنه. و می خاطر میخوایم که شما خودتان با سر پای خود باشین و به مردم محتاج احتیاجیت نداشته باشین. درست است؟ دیگه خدا کنه که شما استفاده درست کنین از این اپورتونیتی و از این فرصتی که به شما تهیه ساختیم. خب دوستان، باز هم طور معمول قسمی که درس های ما به دو زبان می باشه، به دری و پشتو. هر دوست ما که پشتو زبان است در چینل و یا در کانال ما درس علایده و زبان پشتو برشان موجود است. و هر کدام دوست ما و یا هر کسی که دری زبان است میتونه که از این درس مستفید شود. خب اینجا عنوان نخست که با ما شما است ویتما دی تولی جور، لباس روزمره یا everyday clothes. حالا ما شما این را می‌آموزیم که لباس هایی که در جریان روز استفاده میکنیم آنها چی است، چه قسم است، چی نام داره. درست است؟ در این زمان به شما به دیگه موضوع که اینجا اشاره شده و این است که حالت یک
یک لغت و یا یک فعل و یا هر شیء که مثلا شما میخوانین حالت از او را نیز بر شما بیان ساختیم. به طور مثال مؤنث است، مذکر است، چه قسم است، چه قسم نیست. چون که شما به درس‌های گذشته معرفت داشته خود باشید، زمانی که یک اسم مؤنث می باشه چی می داشته باشه رنگش؟ گلابی. اگر مذکر می باشه آبی به یک قسم. درست است؟ پس بیاین که آغاز کنیم. طور معمول همیشه یک دو بار یا سه بار من یگان لغت ها رو تکرار میکنم تا که شما همراه من تکرار کنین و هم تلفظش یاد بگیرین. خب لغت نخست که هستک اون وست، اون وست، اون وست، کوت یا جکت به انگلیسی میگشه. البته معذرت میخوایم که تایپ دری محکم اشتباه شده، دزی نوشته تا خیر دری، کورتی و یا جاکت. البته کورتی نیز اشتباه شده است پیش ما. خیره، ما هم انسان هستیم، بعضی اوقات از ما مشکلات میشه پیدا میشه و یا مشکلات داشته می باشیم حال متوجه شدیم که کورتی است. خب دیگه خدا کنه که معذرت ما رو بپذیرین. لغت دومی که هستک اون شمیز، اون شمیز، اون شمیز، a shirt، a shirt، یک پیراهن. دوستای گرامی شمیز و یا پیراهن، این کدام پیراهن را میگوید؟ این همان حنقاق ها را میگوید که ما شما همراه دریشی میپوشیم. درست است؟ پس به طور معمول شما شمیز به حنقاق استفاده کردن میتوانید. ا پانتلون، ا پانتلون، ا پانتلون، ا پنت، شلوار و یا پتلون. درست است؟ شلوار و یا پتلون. لغت بعدی که ما داریم او است تی شرت، تی شرت، تی شرت. تی شرت چی مانا؟ دوستای گرامی او به معنی از که یک تی شرت. درست است؟ که به انگلیسی برش هم تی شرت میگوید. اجین، اجین، اجین. به انگلیسی چی میگه؟ جینز، جینز. جینز دوستا باز هم امو شلوار می شود و یا پتلون جین می شود. پتلون جین دوستای گرامی کدام پتلون ها را میگوید؟ پتلون هایی را میگوید که شما و مانند کوبای می باشه و استفاده میکنیم. درست است؟ کدام پتلون هایی که به مثل کوبای می باشد. البته کوبای خب به طور معمول ما شما کوبای میگیم به زبان خود ما شما، نه؟ پس او جینس یاد می شود. لغت بعدی که هست اعود، اعود. البته تی تلفظ نمیشه. او، او. اتاپ، تاپ بلوز و یا پیراهن کوتاه را میگوید. پیراهن کوتاه دوستا البته زیادتر مخصوص خانم ها می شود. البته به خاطر خانم ها می باشد. مانند یخنقاق، یک قسم یخنقاق های کوتاه می باشد و یا این که بعضی هایش می باشد کم دامن داشته می باشد. به هر صورت مقصد تمام یخنقاق ها را که خانم ها می باشد امور او می گوید. لغت بعدی که از اشمیزیه، 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 ابلوز، ابلوز، یک بلوز. درست است؟ لغت بعدی که است اکوستوم، اکوستوم، اکوستوم. به انگلیسی چی میگش؟ اسوت، اسوت، یک دریشی، یک دریشی. درست است؟ نمیدانم اگر دریشی نوشته میشه یا درویشی. فکر میکنم که درویشی نوشته میشه. ها خیره، به هر صورت اگر بعضی جای ها ما اشتباه داشته باشیم به بزرگواریتون ما را ببخشید. اشخت، اشخت، اشخت. ببینید تی در آخر ازی تلفظ میشه. اشخت چی مانا؟ اشورد، شورد، شورد. دوستای گرامی چی نمیگد؟ یک نیکر مردانه که یا زنانه مهم نیست، بالای زانو. البته این کدام نیکرها را میگوید؟ همان نیکرهایی که در موسم گرمی مردم استفاده میکند و یا بعضی ها در جریان فوتبال و باسکتبال و والیبال استفاده میکند و از زانوش و یا تا به زانوش می باشد یا از زانو کم بالاتر می باشد. درست است؟ تمام از او اشخت. لغت بعدی که ما شما داریم اون غوب، اون غوب،
اون غوب. ادرس. ادرس. چی؟ یک لباس زنانه. لباس زنانه را چی میگوید؟ غوب. لغت بعدی که داریم اون ژوب. اون ژوب. اون ژوب. ژوب دوستای مهربان چی را میگوید؟ اسکرت. سکرت. سکرت دامن میگوید دوستا. دامن خب اگر آقایان هستین خب میفهمین که دامن چیز است که خانم ها میپوشد. از کمر بعضی هاش دراز می باشد تا زانو، بعضی ها کوتاه می باشد و غیره و غیره. این هم اشاره به لباس های خانم هاست. اپیژامه. 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 به انگلیسی چی میگش؟ اپیجامه. اپیجامه. این یک پیژامه یا لباس. این دوستای گرامی پیژامه کدام لباس ها را اگر ما شما در بین خود استفاده کنیم به لباس های پیرانتنبان ما شما اشاره می شود. ولی خارجی ها وقتی که پیژامه میگوید آنها لباس های را مرادشان است که آنها با او لباس می خوابد. لباس خوابشان را پیژامه میگوید. خب این را باید داشته باشین. لغت بعدی که است اون سرویت. اون سرویت. اون سرویت. اون سرویت. a towel. یک جان پاک. یک جان پاک. البته من نمیدونم که شین است پیشم چرا نوشته شده. خب خیر. یک جان پاک درست است. جان پاک چی میگوید؟ سرویت. درست دوستای گرامی. پس یک موضوع دیگر میخواستم که به شما اشاره کنم. زمانی که یک اسم می نویسین در آخرش ای می باشه. ببینید مثلا وست، شمیز، ببینید آخرش ایست. ببینید غوب، ژوب، سرویت. این رو باید داشته باشین هر لغتی که در آخرش ای نوشته شوه به صورت امکان زیاد او چی است؟ او لغت و یا او فعل و یا هر چیزی که است او مؤنث می باشد. ببینین به تمامش اون استفاده شده. و ایدگرها رو ببینین تمامش چی است؟ مذکر است. یک موضوع. اگر بعضی اوقات قسم می شود که مثلا اکوستوم ببینید آخرش ای آمده. باز ای استثناء می باشد که یک موضوع بسیار بزرگ است که باز بعدا در درس‌های آینده اگر وقت داشتیم به شما تعریف و یا پیش میکنیم که چه قسم قوانین است. حالا میخوایم که یکان لغت ها را در جملات استفاده کنیم. درست است؟ به طور مثال یک مثال به شما گرفته شده که یوتیلیزی تگان. یوتیلیزی تگان. یوتیلیز تگان. Use your gloves. از دستکشتان یا از دستکش استفاده کن. درست است؟ به طور مثال شما یک جای کار میکنین یا آشپز هستین و یا کار ساختمانی میکنین و به هر صورت به شما کسی میگوید که یوتیلیز تگان. چی کنین؟ از دستکش هایتان استفاده کنین. پخت تون مانتو. پخت تون مانتو. پخت تون مانتو. Wear your coat. کتت را بپوش و یا مانتویت را بپوش. درست است؟ و یا البته مانتو دوستای گرامی هم کدام جمپرها را میگوید که دراز می باشد مانند چپن تا به زانو. اویتان امپرمیابل. اویتان امپرمیابل. اویتان امپرمیابل. Where is your raincoat. بارانی تو کجاست؟ دیگه دوستای گرامی امپرمیابل چی را میگوید؟ این بعض جمپر مانند لباس های فراشتی است که شما در جریان باران از استفاده میکنید. به مثل یک چتری. البته چتری خود دیگه چیز است که گوره پاقه پلوی میگه. این به مثل یعنی بارانگیر به زبان ساده براتون بگویم گوره میپوشین مانند جاکت آستین داره، کلاه داره و دراز میباشد تا به زانوهایتان که تر نشین. درست است؟ این امپرمیابل میگوید. درست شد؟ میریم به اسلاید بعدی. خب دوستا در این اسلاید les sous-vêtements. les sous-vêtements. زیر لباسی یا اصطلاحات لباس زیر. البته ترجمهش اشتباه کردیم. خیر. زیر لباس ها چیز پوشیده می شود. underwear terms. underwear terms. خب لغت نخست که ما داریم استخینگ. 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 اتانگ. اتانگ. یک تانگ
یا نیکر زنانه، نیکر خانم ها. با ای چرا تنگ میگوید البته زبان انگلیسی. خب دوستای گرامی، البته در نخست از یاد ما رفته که این موضوع رو به شما بگویم. شما میتونین که هر لغتی که به زبان و یا به طریقه که به شما تشریح میکنم نمیفهمین، کاپی کنین، پیستش کنین در گوگل. درست است، به خاطر که این اسلاید ها همش به دسترس شما قرار داره. دانلود کنین، کاپی کنین، در گوگل پرتین. اگر به کدام طریقه که من به شما تشریح میکنم نمیفهمیدین، شما میتونید که اونجا تصویرش ببینین و خوب و بهتر خود را بفهمانید. درست است. دیگه ایست خنگ و یا ایتانگ چرا میگوید؟ به خاطر که مانند زبان است. باقی ماندهش شما میتونین دیگه که در اونجا استفاده کنین. این صرف به نیکر خانم ها استفاده می شود. اکلسون، 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 اندرپنتس. نیکر مردانه را میگوید. خب بالایش نیکر زنانه بود، پایینش نیکر مردانه که همراه پتلون و همراه و غیره می پوشیم. اسودیا گوش، اسودیا گوش، اسودیا گوش. ابرا، ابرا، یک سینه بند. درست است، مربوط خانم ها می شود. ابوستیه، 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 ابوستیر، اتیوب تاپ. ای چی استک؟ نیمتنهی بالایی لوله، مانند البته چیزی که میخوانین. درست استک، مانند واسکت خانم ها. پس این دوستا چه رقم استک؟ باز هم امو قسمی که قبلا براتون گفتم میتونین که در پست کنین، کاپی کنین، عکسایش ببینین و چیزی که ما به شما میگویم البته او قسم استک و مانند بوجی استک. دیگه همین قسم براتون میگویم. بالا و پایینش کشک داره و خانم ها به حیث واسکت استفادهش میکنه. دیگه باقی ماندهش مربوط خودتان میشه که اگر زیاد دربارش معلومات میخواین کاپی و پست کنین و در گوگل ببینید تصاویرش. دیکولاند، دیکولان، دیکولان. تایتس، تایتس. این چی از دوستا؟ برجست. برجست هم کدام لباس هاست که خانم ها چسب همراه لباس های خود می پوشن. درست شد؟ حال موضوع دیگه این است که لکسسوار، لکسسوار، کلوتس اکسسوری، لباس ها و لوازم جانبی. پس این کدام لوازمی که ما شما ببینین، یکی چیز اصلی است، یکی لوازم جانبی است. درست است؟ چیز اصلی و یا لباس اصلی او است که مثلا بدن ما شما را پت میکند و جانبی اون هاست که ما شما اضافی به خاطر مقبولی و به خاطر استایل میپوشیم. پس اینجا امو چیز هاست که یا بعضی ها به خاطر ضرورت ما شما می باشد. نه؟ خب لغت نخست که است دی بوکل دی اوغی، دی بوکل دی اوغی، دی بوکل دی اوغی. ایرینگ، ایرینگ. چی است؟ گوشواره، مربوط خانم ها میشه. گفتم نه؟ گوشواره. پس اتنیست که تنها مربوط خانم ها می شود یا مربوط آقایان می شود. آقایان نیز یاد گرفته میتونید. میتونید که به گرلفرندتان یک چیز تحفه بخرید. میتونید که اگر خانم دارین، اولاد دارین، دخترک دارین، میتونید که به اونها در یک روز یک جای میرین یک چیز سودا میخرین و برای اونها مثلا یک کسی را میگین که دارین د بوکل دی اوغی، مثلا گوشواره دارین و یا خیر. خب اون بگ، اون بگ، اون بگ. ارنگ، یک حلقه یا انگشتر. درست است؟ بگ چی را میگه؟ انگشتر را میگوید. بازم ببینین به خاطر که این اسم مؤنث است داخلش ای آمده. متوجه هستین؟ لغت دیگه که هست اکولیه، اکولیه، اکولیه. نکلس، نکلس چی را میگوید؟ گردن بند. البته گردن بند ما شما که بعضی ها برش توق میگد و یا غیره و غیره. اون اشاغب، اون اشاغب، اون اشاغب. باز ببینید داخل از ای آمده به خاطر زمین ای اسم مؤنث است. اسکرف for neck. چی است؟ the small برای گردن یا the small گردن. درست شد؟ همون که بعضی ها در موسم سرما به خاطر سردی به گلوی خود دور میده و بعضی ها همراه دریشی میگیرید. مهم نیست، به هر حالت همون کدام دستمال گردن که هست همون را اشاغب میگوید. اسم دیگر که همراه ما شما اینجا است اپخت مونه، اپخت مونه، اپخت مونه. a wallet، a wallet.
یک بکسه پول. درست است؟ بکسه پول یا کیف پول البته دوش یک چیز است. درست است؟ اردوی ازی اپختمونی یا اپختفی. 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 اوالد. دوسته گرامی، اگر این مهم نیست که خانم هاست یا مرد هاست، از اینها یکیش حتما داشته می باشد. بعضی اوقات شما پولتان میمانید در بینش، بعضی اوقات شما میتونین کارت هایتان در بینش ذخیره کنین. پس اون امور چی میگه؟ اپختمونی یا اپختفی. بازم اگه مشکل داشتین به معنایش که به شما تشریح کردم، میتونین که کاپی پیست در گوگل کنین و عکسایش ببینین. اون سنتیوغ. اون سنتیوغ. اون سنتیوغ. ببینید آخر باز چی آمد؟ ای. ابلت. یک کمربند. اسکمه. 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 a handbag. یک دستکول دستی. البته مربوط خانم ها می شود. اسکمه به امکانات زیاد مربوط خانم ها می شود. به خاطر چی؟ به خاطر که آنها میتونن که او دستکول خود مثلا لوازم آرایشی را میندازد. بعضی ها مثلا کارت های خود ذخیره میکند و به طور امکان زیاد خانم ها از این دستکول اسکمه داشته می باشد. باز اگر بیک پشتکی مرادتان باشه، اسک ا دو. اسک دو. درست است؟ خب اون مونتخ. اون مونتخ. اون مونتخ. ببینید آخر باز هم ای آمد. اواچ. یک ساعت دستی را میگوید. خب در دستتان که بسته میکنه. اشپو. 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 احت. احت. یک کلاه. اون وست. البته باز تکراری آمده. اون وست. یک واسکت. که چی است؟ جاکت. شما برای واسکت نیز وست استفاده میتونید. درست است؟ خب این چند لغت که است نیز و ادامه امو سلاید گذشته است. دی شسیوخ. دی شسیوخ. دی شسیوخ. شوز. کفش و یا بوت ها. کدام بوت هایی که شما همراه دریشی می پوشید و یا چرمی می باشد او را شسیوخ میگه. خب اگر بوت هایتان کرمش می باشد، برای کرمش چی استفاده میشه؟ بسکت. بسکت. درست است؟ بسکت. این به یاد داشته باشین. لغت بعدی که است همراه شما دی شوست. دی شوست. دی شوست. ساکس. ساکس. جراب. جراب است که مربوط به تشریح ندارد. خب لغت بعدی که است چی است؟ افلاغ. 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 اسکارف for the head. دوستا این روی سری و یا مثلا چادر ما شما میگوییم. روی سری برای سر و یا البته ببخشین بعضی اوقات اینها رو ما در کامپیوتر وظیفه درست میکنیم، زمانی که به گوگل میاریمش این قسم تغییر میکنه این قوسای ما. میگه شما رو قبلا گفتیم که همراه ما بعضی اشتباهات که میشه از ما معذرت ما رو بپذیرین. درست است؟ روی سری و یا چادر. درست است؟ چی بوده؟ افلاغ. دیلیونت. 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 گلاسز یا سپکتاکلز. ای عینک ها را میگوید. خب عینک. عینکی که در جریان روز بعضی ها مشکل چشم داره و غیره و غیره، از اینها استفاده میکند. موضوع دیگه که ما شما اینجا داریم مود ویتما سیزونیه. مود ویتما سیزونیه. البته مو به معنای کلمات است و یا لغات است. ویتما لباس ها را میگوید. سیزونی موسمی یا فصلی. seasonal clothing words. کلمات لباس فصلی ترجمهش می شود. خب دیبه. 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 ببینین حالت ازی چی است؟ مذکر است. ام نوشته است. masculine. چی مانا؟ stocking. stocking. خب دوستایی چی است؟ این جراب ساق بلند. ببینین جراب ساق بلند البته او جراب های نیست که ما شما مردا می پوشیم. این stocking و یا دیبه مخصوص خانم ها می باشد. البته بعضی جراب هاست که خانم ها همراه دامن و یا همراه لباس های خود می پوشد
و اجرا و کش میکند تا به زانو و یا زانو کم بلندتر می باشد مانند برجس استفاده می شود. پس این میره چی میگوید؟ دیبه. دیبه. لغت بعدی که داریم دیبوت. 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 بوت. بوت می باشد دوستان. ببینین یکی ما شما اینجا شیسیو را خواندیم، یکی باسکت خواندیم و یکی دیگه بوت. این بوت که است دوستا کدام بوت را میگوید که ما شما در وقت کار استفاده میکنیم، در وقت گرما مثلا بعضی مخصوص بوته هاست که شما استفاده میکنین یا به خاطر باران استفاده میکنین یا به خاطر یخ استفاده میکنین یا به خاطر یخمالک خوردن استفاده میکنین، به خاطر اسکی، اسکیت و غیره و غیره. درست است؟ او را بوت میگوید. لغت بعدی که است دیگان. دیگان. اگر یاد داشته باشین برای وقتی که اسم ها جمع باشه دی استفاده میشه نه، به او خاطر کل از دی آمده، به خاطر که ببینین کلش از داره در مقابل خود. gloves. gloves چی را میگوید؟ دستکش. دستکش. دیلیونت د سولی. دیلیونت د سولی. دیلیونت د سولی. ببینین لیونت که شد عینک شد، سولی که شد آفتاب شد، یعنی عینک های آفتابی. سنگلاس. سنگلاس. لیونت خود عینک های عمومی هر عینک شد. وقتی که بگوین عینک آفتابی دیلیونت د سولی، مقصدش از عینک هایی است که رنگ سیاه دارد و شما در جریان آفتاب به چشمایتان میگذارید. دی سندل. دی سندل. دی سندل. سندلز. سندلز. سندل ما شما میگوییم نه، بعضی البته امکان داره که خانم ها باشه و یا مرد ها باشه، کدام سرپایی که میگیم که با استفاده می شود. دی تانگ. دی تانگ. دی تانگ. فلپ فلاپ به انگلیسی میگیش و تانگ هم میگوید. این چپلق های پنجه ای را میگوید. چپلق های پنجه ای. درست است؟ اما کدام چپلق هایی که مثلا دو تار داشته می باشد و یک قسمت جایش در بین انگشت بزرگ پایتان بند می شود، اونمو رقم چپلق ها را چی میگوید؟ دتانگ. لغت بعدی که داریم بیکینی. 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 بیکینی به انگلیسی نیست بیکینی است که این بیکینی البته مخصوص ماناش نیافتم. بیکینی را به شما عین بیکینی نوشته کردم به خاطر چی که این مربوط خانم ها می شود، مخصوص خانم هاست و اما کدام نیکر و کدام بالاییش که در جریان هوای گرما و در تابستان استفاده میکنه همون رو بیکینی میگوید. و باز هم اگر نفهمیدین کاپی کنین، پست کنین، عکسایش از روی عکسایش بفهمین. درست است؟ ابلوزون. ابلوزون. ا جکت. ا جکت یک جاکت. ابونه. 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 ا هات. ا نت کپ. ببینین این کلاهی است که بافته شده. کلاهی که بافته شده. درست است؟ اما کدام کلاه را که همراه دست می بافین و در جریان هوای سرما به سرتان میکنین، اونمو را چی میگوید؟ بونه. اژله. 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 اکاردیگان. اکاردیگان. به انگلیسی برش هم نیست، اکاردیگان میگویشه. درست است؟ یک جاکت پیشباز میگوید. کدام جاکت هایی که ما شما پیشباز میپوشیم و همراه البته دکمه دارد، همراه زوبند می شود، اینمی جاکت های پیشباز چی میگه؟ کاردیگان و یا ژله. و یا اگر باید داشته باشین ژله ژون. ژله واسکت میگوید، ژون به معنای امو کدام تظاهرات بوده که امو رنگ های نارنجی و یا بله نارنجی بگویم. درست شد؟ با اونها استفاده میکردن. لغت بعدی که هست که همراه شما امایوت دبه. امایوت دبه. امایوت دبه. A swimsuit. A swimsuit یک لباس شنا و یا یک لباس آبازی. امانتو. 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 اکوت. اکوت. این یک کرتی دراز مانند چپن که می باشد. درست است؟ اینجا معناش باش ما نوشته شده. اپیول. اپیول. اپیول اوور. اپیول اوور. A sweater. اپیول اوور.
این یک جاکت پیشبند است دوستا، جاکت پیشبند که شما همراه دریشی به امکان زیاد میپوشین. درست است؟ ام کدام جاکت ها که پیش رویش بند است، آستین دار است و بالای دریشی پوشیده می شود، اون را اپیول یا اپیول اوور میگوید. و لغت آخری که ما شما داریم چی است؟ اون سوویت دی پلاژ. اون سوویت دی پلاژ. باز ببینید سوویت در آخرش ای داره، ببینید اون، ببینید اسم مؤنث شد. اون سوویت دی پلاژ، ا بیچ تاول، یک جانپاک ساحلی. درست شد؟ به قسم. خب در این سلاید دوستای گرامی ما شما ایره میخوانیم که verb courant utilisé avec les vêtements. افعال که یا افعال رایجی که با لباس استفاده می شود. البته از پیش ما اشتباه شده، دوباره به دری دوباره نوشته شده، خیر به صورت که به انگلیسی چی میگه؟ common verb used with clothes. فعل یا افعال معمول که همراه لباس استفاده می شود. پس اینی معلومات به شما به انگلیسی نوشته کردیم، میخوانیم، یکم توجهتون خوب سی میخوایم در قسمت. In French میگه در فرانسوی you have reflexive verb like s'habiller. در فرانسوی میگه شما یک فعل انعکاسی دارین. البته اگر در یاد شما باشد، در فکر من درست نیست، یک درس چندمتان است که پرونومین و ورب، اما فعل انعکاسی را که ما شما خوانده بودیم، افعال انعکاسی را درست زنی. مثلا اینجا به شما آمده که s'habiller to dress to get dressed. این s'habiller به معنای ازی است که خودت لباس خود را میپوشی. حالا خب ما شما کس دیگه لباس نمیپوشه، نه؟ خودمون میپوشیم. ما شما طفل نیستیم کسی بیایه مثلا به ما شما لباس بپوشونه. امی اکشن و یا امی عمل لباس پوشیدن خودش بالای خود ما انجام میشود. پس این میره چی میگوید؟ s'habiller. به این معنا میگه it is derivative like se déshabiller. زمانی که میگه شما امی s'habiller را از این درایو کنین. البته درایویتیو به معنای دیست که از پیش انتقال یا از این انتقال دیگه فعل میایه و مثلا یک فعل دیگه از این به دست میایه. او چی است؟ s'habiller، اندرس یعنی کشیدن لباس. درست است؟ یا برهنه ساختن بدن. یا میگه آر و یا s'habiller to dress again، دوباره لباس پوشیدن. to put one's clothes back و یا ای که لباستان دوباره میپوشین. به این قسم you also have the following verb و این افعال دیگر نیز دارین شما که همراه لباس استفاده می شود. پس اینجا ببینید لباس، البته فعل و یا اصطلاحی که ما شما اینجا داریم چی است؟ aller bien à quelqu'un to fit someone well، با خوبی متناسب با کسی، یا به این قسم براتون بگویم که با کسی خوب معلوم شدن. به چه قسم؟ مثلا شما به یک مغازه می روید، یک جوره بوت می گیرید، یا مثلا همراه فامیلتان هستین، همراه خانمتان، همراه شوهرتان و همراه اولادایتان، مثلا یا بوت میخرین یا لباس میخرین، در مترای رو میرین و را میپوشین و چه قسم برش میگین؟ aller bien à toi، aller bien à مثلا à toi، aller bien à moi، aller bien مثلا نامش میگیرین. صحیح است؟ به یک قسم دیگه aller bien à quelqu'un برای بجای کلکه شما نام و یا امو سابجکت استفاده میکنین که مثلا چی میگن؟ ای با شما خوب تناسب میکند و ای با شما خوب معلوم میشود. به یک قسم. درست است؟ essayer to try برای امتحان کردن، یعنی امتحان که یک چیز را مثلا یک بوت امتحان میکنی، یک لباس، یک منطوره و غیره و غیره. پخته to wear پوشیدن، مثلا یک لباس میپوشی، یک جاکت میپوشی و غیره و غیره. mettre to put on این نیز پوشیدن معنا داره. درست است؟ repasser to iron اتو کردن، اتو را میفهمین. plier to fold تو کردن. درست است؟ تو کردن
این تاو کردن دوستا چی مانا میته؟ مثلا شما یک جای میرین لباس میخرین، دریشی میخرین و هر چیزی که میخرین، مثلا امو صاحب دکان و یا صاحب مغازه رو میگین که ایره به من تاو کو، مثلا فولدش کو یا پلیه، یا دمو کدام پوشی که مثلا میخواین که او خراب نشه، با بین دمو اونها به طریقش به شما چی میکنه؟ تاوش میته. رانژه، رانژه، to keep, to store cloth، نگه داشتن و یا نگهداری لباس. خب faire la lessive، faire la lessive، to do the laundry، چی؟ برای شستن لباس ها از این جمله استفاده میکنیم. حالا بعضی جملات و یا بعضی اگزامپل به شما مجور کردیم. Essayer ses chaussures، essayer ses chaussures، essayer ses chaussures. Try these shoes، try these shoes. این کفش ها را امتحان کنید. معنایش است. به معنای ازی است که شما یک جای میرین بوته میخرین و یا از اون دکاندار کمک میگیرین و یا به هر صورت، درست است، آنها به شما میگوید که اسی سه شیسیوخ، شما میتونین که این بوته ها را چی کنین؟ یک بار بپوشین، یک بار امتحان کنین. Ne repassez pas mon manteau، ne repassez pas mon manteau، ne repassez pas mon manteau، don't iron my coat. کت من را اتو نکن و یا همو جمپر مرا و یا همو کرتی مرا چی نکن؟ اتو نکن. درست است؟ شما میتونید که دیگه لغت ها را کار خانگیتون باشن، شما خودتون از اینجا استفاده کنین. البته ببخشید سلاید بدل شد. درست است؟ شما میتونید که از اینجا بگوین خودتون لغت ها را براتون و یا مثال ها را جور کنین. به طور مثال یک مثال دیگه به شما از مثلا اینجا من جور میکنم. درست است؟ مثلا میگوین که پخته سه وتما، پخته سه وتما، یا بگوین پخته تا پانتالون، مثلا پتلونتان را بپوشین یک قسم. درست است؟ دیگرهایش مربوط شما میشه، کار خانگیتان باشه که شما کار کنین. درست است؟ به این قسم میریم به اسلاید بعدی. در اسلاید بعدی دوستا adjective courant، adjective courant lié au vêtement، صفت های رایج مربوط لباس. ترجمهش می شود common adjective related to clothes. میگه در نوت براتون گفته شده که along color adjective you can use below adjective to describe clothes worn by yourself or someone else or better to compliment someone. با وجودی که شما میگه رنگ یک لباس با یک کسی میگوید، میتونین که شما از این صفت ها نیز استفاده کنین و این صفت ها که هستک تمامش چی هستک؟ describe میکنه، مثلا تشریح میدهد درباره یک شخص، یک لباس و یا غیره و غیره. خب قبلا به شما گفتم که مؤنث مذکر ما شما تحت بحث میگیریم. ببینین اینجا کوغ، کوخت دو بار هم یک چیز نوشته شده، ولی تلفظ ازی همراه ازی فرق میکنه. به خاطر چی؟ یا نخستش که هستک چی هستک؟ مؤنث است. ببخشید مذکر هستک. ای دومیش مؤنث هستک. به خاطر چی مؤنث است؟ به خاطر که یک ای اضافه شده. ببینید تلفظ کنین کوغ، کوغ، کوغ. درست شد؟ ای به خاطر مذکر شد. اگر به خاطر خانم ها استفاده میکنین کوخت، کوخت، کوخت. معنیش چی؟ شارت، کوتاه، کوتاه. مثلا لباستون کوتاه می باشه، دامنتون کوتاه می باشه و غیره و غیره. باز هم اگر مذکر باشد لان، لان، لان. اگر مؤنث باشه لانگ، لانگ، لانگ. لانگ به انگلیسی نیز لانگ میکشه. چی؟ طولانی و یا دراز، طولانی. درست است؟ لغت دیگه که داریم ما شما الیگان، الیگان، شیک، شیک، سوفاستیکه، سوفاستیکه، الیگنت به انگلیسی میگش، شیک به انگلیسی میگش و استایلش میگه. ظریف، شیک، مدروز. درست است؟ کلاسیک، کلاسیک، کلاسیک. کلاسیک به انگلیسی نیست کلاسیک گفته میشه. ما شما البته بسیار غریب مردم هستیم. بعض لغت های ما شما عین لغت های دیگه ممالک هستک. کلاسیک، کلاسیک به معنای ساده هستک. درست است؟ یک چیز ساده می باشه. ژولی، ببینین مذکر است ژولی. اگر به خانم استفاده میکنین ژولی، ژولی. تلفظ عین چیز می باشه، داخلش یک ای اضافه شده. به معنای چی انگلیسی؟ پریتی،
قشنگ، مقبول. درست شد؟ magnifique 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 می باشه به انگلیسی، با شکوه، بزرگ نمایی، دبدبه و غیره و غیره. درست است به این قسم. مدغن 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 مدرن، نوین و یا عصری. مثلا یک چیزی که جدید می باشه او رو شما عصری میگیم، نه؟ propre propre clean clean، تمیز و یا پاک. سل سل dirty، چی مونو؟ کثیف، چتل، مردار. فخوسه فخوسه، البته این دوبار تکرار شده به هر صورت. crumpled crinkled، چی؟ چلمبک شده، بدون اتو. مثلا شما یک لباس از ماشین کالاشویی میکشید، او چی استک؟ او فخوسه استک، به خاطر که او لشم نیست. درست شد؟ لغت آخری که در اسلاید داریم دیموده. دیموده مذکر است، دیموده ببینید یک ای اضافه شده، مؤنث شد. old fashion. درست است؟ سبک قدیمی و یا عنعنات قدیمی به این قسم. حالا اگر میخواین که لغت ها و ببخشین ادجکتیو ها را و یا صفت ها را به جمله استفاده کنین به این قسم. C'est une personne élégante. C'est une personne élégante. She is a elegant. البته an elegant person. صحیح است؟ او فرد ظریف هستک و یا او یک خانم ظریفی هستک. درست؟ Elle est beau garçon. Elle est beau garçon. He is a handsome boy. یا he is handsome boy. او یک پسر خوش تیپی است و یا پسر مقبول است. زمانی که شما به خانم استفاده میکنین بو بل میشه. خب سه اون بل فی، سه اون بل فی اگر دختر باشد، اگر خانم باشد سه اون بل فم، سه اون بل فم. It's a pretty girl, she is a pretty girl و غیره و غیره. این یک دختر زیبا است و یا خانم زیباست. درست است به این قسم. پس موضوع مهم اینجا مؤنث مذکر از دوستا. به خانم ببینین فیم آخرش ببینین ای داره، بل آمدک به خاطر خانم ها. به خاطر مرد ها چی میه؟ بو بو. صحیح شد؟ به قسم میتونید که شما دیگر لغت ها را خودتان کار کنین بالایش. مثلا شما یک جای میرین خانه میگیرین، خانه بسیار چتل می باشه، خوشتان نمیه، چی میگین؟ لمیزون تخیسل، خانه بسیار چتل است. یا مثلا اگر پاک می باشه لمیزون تخیب خواب، خانه بسیار پاک است، تمیز است. درست است؟ مثلا یک بعضی اوقات این لغت ها را شما اگر استفاده میکنین به معنی ازی است که شما بسیار به سطح بالا گپ میزنین. درست است؟ مثلا یک جای میرین یک کس را میبینین که بسیار مود روز میگرده، بسیار خوب میگرده، او رو چی میگن؟ الیگان. الیگان. و بسیار چی استک؟ ظریف استک یا شیک استک. درست است؟ به این قسم دیگه باقی ماندهش کار خانگی خودتان که کار کنین. ها تیسیو ایمتریو، پارچه او مواد. پارچه مطلبشون این است که تکه ها، تکه‌ای که ما شما لباس میسازیم، تکه‌ای که با متر میگیریم قیچی میکنین لباس، خنقاق، پتلون و غیره میسازین. ایره تیسیو میگه. خب ایره باید داشته باشین. متریو اما کدام متریال و یا کدام مواد که استفاده شده که به انگلیسی چی میگه؟ fabrics and materials. How to say a cotton skirt or a leather jacket. Here are the fabric and material names in French. Le tissu. شما میگه چه قسم میگوین که یک خنقاق کاتن به معنای پنبه‌ای و یا یک جاکت چرمی. درست است؟ اینجا میگه شما ایره یاد میگیرین که با تکه ها چه قسم این چیزها را استفاده کنین. اینجا ما شما استفاده میکنین، پس اول بیاین که این متریال و یا این مواد یاد بگیریم. لو کوتو، لو کوتو، لو کوتو. به انگلیسی چی میگش؟ کاتون، کاتون. پنبه، پنبه. صحیح است؟ پنبه البته ما شما پخته میگیم، نه؟ پخته. پنبه یا پخته. لو کویر، لو کویر، لو کویر. لدر، لدر. چرم. درست است؟ هم کدام چرم که شما در ببخشید جمپرهای چرمیز، بوتای چرمیز و غیره و غیره او را کویر میگه. لا لین، لا لین، لا لین. وول، پشم.
پشم گوسفند، پشم شتر و غیره و غیره. لسوا، 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 سلک. سلک به انگلیسی میگویشه چی؟ ابریشم. درست است؟ لباس های ابریشمی است که خنقاق های ابریشمی است و غیره و غیره. لو ولوغ، لو ولوغ، لو ولوغ. به انگلیسی چی میگیش؟ ولوت، ولوت. مخمل یا مخملی. دیگه اگر با مخملی به ایمان ها نمیفهمین، یا گوگل کنین و یا کسایی که نمیفهمن باز مثلا مادر جانتان، پدر جانتان کسی هست همراهتان پرسان کنین که مخمل چه قسم مواد میگوید، اونها براتون باز بیشتر معلومات میده. لغت بعدی که داریم و یا متریال بعدی که داریم لو له، لو له، ال آی ان له خوانده میشه. خب لو له به انگلیسی چی میگیش؟ لینن، لینن. کتان. درست است؟ لباس های کتانی مثلا تکه های کتانی و یا چادرهای کتانی که است که در موسم گرما ما شما می پوشیم، نه؟ خب و لغت آخری که داریم لو نیلون، لو نیلون، لو نیلون. نیلون، نیلون میگه، نیلون به انگلیسی میگویشه و ما شما نایلون و نایلون میگوییم، نه؟ این با لباس ها و یا با تکه های استفاده می شود که البته مردم که خوشش نمیکنه، بعضی اوقات در بدنتان میچسبه و یا چسب داشته می باشه یا برق تولید میکنه و غیره و غیره. اینجا یک نوت خرد ما شما داریم که در این نوت گفته شده It's important to note that you should use the preposition on to talk about material. همیشه میگه زمانی که شما درباره یک مواد گپ میزنین، درست است، چی استفاده کنین؟ on، ای ان استفاده کنین. ببینید در بین از این استفاده شده باید. به طور مثال انغوب آن کوتون، انغوب آن کوتو، انغوب آن کوتو، انغوب آن کوتو. A cotton dress. یک لباس نخی. یک لباس چی؟ نخی. Une chaussure en cuir. Une chaussure en cuir. Une chaussure en cuir. A leather shoe. A leather shoe. یک کفش چرمی. یک کفش چرمی. A manteau en laine. A manteau en laine. A manteau en laine. A wool coat. یک کت پشمی یا یک منتوی پشمی که از پشم جور شده باشد. درست شد؟ A t-shirt en soie. A t-shirt. A t-shirt en soie. A t-shirt en soie. A silk t-shirt. A silk t-shirt. یک تیشرت ابریشمی که از ابریشم ساخته شده باشه. درست شد دوستای گرامی؟ پس شما به طور معمول میتونین که بعضی اوقات مثلا میرین در بازار لباس میخرین، اما کدام تکت و یا لیبلی که در بغل لباس دوخته شده میباشه تمام رسایی کنین، نوشته میباشه که مثلا کتو چند فیصد داشته میشه، 80%، 90%. و سو لباس خوبیش از در موسم گرما بسیار خوب پوشیده میتونین. مثلا در هوای سرد میرین به یک جای لباس میخرین، جمپر میخرین و به هر چیز پشمدار است که شما میبینین که چی لین نوشته است، لین نوشته کرده که 10%، 20%، 100%. پس معنی از این است که اینقدر فیصدی از پشم ساخته شده. به همین قسم این لغت ها در آنها موضوع استفادهش است و یا میتونید که شما اگر به طور فروشنده یک جای کار میکنین بس این به شما بسیار مفید است. دیگه دوستای گرامی، طور معمول شما میتونید که درس پی دی اف در لینک به شما پروواید میکنیم کلیک کنین، دانلود کنین و خدا کنه که استفاده درست کنین از پیشش. در این زمان اگر کام سوال، انتقاد، پیشنهاد داشته باشین بنده در خدمتتان می باشد. دیگه شما را در اینجا به خدای یگانه و مهربان میسپاریم تا درس بعدی را خدا حافظتان.